داستان دشقیم عشق، قسمت دوم. او در مورد رواندرمانی احساسات دوگانه‌ای داشت. هرچند میگفت رواندرمانی تنها امید اوه، ولی هیچگاه از جلسات درمانیش راضی نبود. تو همون 10 هفته اول فهمیدم که اگر احساساتش رو در مورد متو تحلیل کنیم، در طول هفته وسواسش رو عذاب میده. از سوی دیگه اگر سراغ مضمونهای دیگری برم، حتی مسائل مهمی مثل رابطهش با هری، تلما احساس میکنه که جلسه اتلاف وقت بوده، چون مسئله اصلی یعنی متو رو نادیده گرفتم. از اونجا که او راضی نبود من هم از جلساتمون احساس رضایت نمی کردم. فهمیدم که نباید از کار کردن با تلما انتظار داشته باشم رضایت خاطری به دست بیارم. من هرگز از بودن با او احساس رضایت و خوشنودی نداشتم و سعی می کردم به مورد تلما به عنوان نمونه قابل مطالعه نگاه کنم و از این راه خوشنودی و رضایتی کسب کنم. غالب اوقات ما اختصاص داشت به گفتگو درباره متو. من درباره خوابهاش از او میپرسیدم و او دوست داشت درباره خوابهاش با من حرف بزنه. نشخوار خاطرات به شدت تکرار میشد. غالبا سعی میکرد جزئیات اون 27 روز رو به خاطر بیاره. با هم قدم زدن، به رستوران رفتن و مکالمات تلفنی. برای رسیدن به راهی برای حل مشکل او چیزهای زیادی بود که میتونستم روی اونها تمرکز کنم. البته باید تلما رو متقاعد میکردم وسواسش باید ریشه کم بشه. وسواس عشق باعث میشه که از واقعیت زندگی دور بشیم. به تجربه این رو فهمیدم که وسواس نمیذاره که عشق خوب بشه. در حقیقت بیشتری چیزهایی که عمیقاً به اون اعتقاد دارم و علاقه روانشناسانی من از تجربه شخصی به دست اومده. نیچه معتقد بود که سیستم فکری فلاسفه همیشه حاصل زندگی شخصی اونهاست و من فکر میکنم این مسئله در مورد همه درمانگرها هم صادق باشه. 2 سال قبل از دیدار تلما تو کنفرانسی به زنی برخوردم که ذهن مرا به خودش مشغول کرده و هرچه فکر میکردم نمیتونستم ازش خلاص بشم. چند هفته بعد با خانوادم به سفر رفتیم و در تمام طول سفر فکر این زن راحتم نمیذاشت. همین باعث شد که از سفر لذتی نبرم. واقعیت سرشار رو که روبروم بود نمیدیدم. گویی حضور نداشتم. آنقدر مضطرب شده بودم که به ناچار به روان درمانگری مراجعه کردم و بعد از چند ماه که خیلی سخت گذشت توانستم دوباره به زندگی عادی برگردم و زندگی رو همونطور که میگذشت تجربه میکردم. و همین در این هنگامی که با تلما کار میکردم به اون میگفتم که این وسواس زندگیشو پوچ و باطل میکنه و مرتباً به اون میگفتم که تو 8 سال قبل زندگی میکنه. بی خود نبود که نمیخواست زنده بمونه. البته من بنا به تجربه خودم به اشتباه فرض رو بر این گذاشته بودم که تلما به دلیل این وسواس از زندگی غنی محروم شده. ولی تلما هر چند صریحاً نگفت احساس میکرد که این وسواس در واقع زندگی اون رو غنی کرده. بعدها فهمیدم که در واقع چون زندگی غنی نداشته به وسواس پناه آورده. در جلسه 6 به طنز من گفت که این وسواس دشمن اوست، باید از میان برود. در جلسات بعد سعی کردیم با این وسواس مبارزه کنیم. به نظر من مشکل اصلی تلما قدرتی بود که برای متو قائل بود. تلما، تو احساس میکنی تنها مسئله مهم برای تو این است که متو از تو به خوبی یاد کند. در مورد این احساس برایم حرف بزن. برایم دشوار است این احساس را بیان کنم. اصلا نمیتوانم تصور کنم که از من متنفر باشد. او تنها کسی است که همه چیز را درباره من میداند. پس اگر با وجود همه چیزهایی که درباره من میداند باز هم مرا دوست داشته باشد، برایم خیلی مهم است. فکر کردم به همین دلیل است که نباید روان درمانگران با بیمارانشان اللحاظ عاطفی شدیداً درگیر شوند. از آنجا که حرفه آنان اقتضا می‌کنند اسرار بیمارانشان را بدانند، هر واکنشی که نشان دهند برای بیمار بسیار پرمعنا می‌شود. تقریباً ممکن نیست که بیماران درمانگران خود را آنطور که واقعاً هستند ببینند. خشم من نسبت به ماتو هر روز بیشتر می‌شد. ولی تلما، او هم فقط یک آدم است. 8 سال است او را ندیده‌ای. چه اهمیتی دارد که حالا درباره تو چه فکر می‌کند؟ نمیتوانم علتش را به شما بگویم. میدانم با عقل جور در نمیآید، ولی در اعماق وجودم حس میکنم
اگر او به خوبی از من یاد کند خوشحال و آسوده خواهم بود. این فکر، این اعتقاد غلط دشمن واقعی بود. باید این را از میان می بردم. تو خودت هستی، تو صاحب وجود خودت هستی. هر لحظه به بودن ادامه میدی. هر روز سعی کن بفهمی تمام این قدرتی که برای مطلوب قائلی در واقع خودت به او دادی. از فکر این که او از من متنفر باشه به شدت حالم خراب میشه. اون چه در ذهن دیگری است، کسی که حتی او را نمیبینی و حتی احتمالاً از وجود تو خبر ندارد و با مشکلات زندگی خودش دست و پنجه نرم میکند، چرا باید در وجود تو، در این واقعیت که تو وجود داری، تأثیر بگذارد؟ من میدونم که او از وجود من خبر داره. من مدام برای منشی تلفنی او پیغام میذارم. همین هفته پیش به او زنگ زدم و براش پیغام گذاشتم که پیش شما میام. فکر میکنم باید بدونه که درباره او با شما حرف میزنم. تو این سالها هرگاه درمانگرم را عوض کردم او رو با خبر کردم. ولی مثل اینکه قبلا گفتی با درمانگران دیگه حرفی درباره او نزدی. این کار رو نکردم. من به اون قول دادم. هرچند اون هرگز از من چنین چیزی رو نخواست، ولی بر سر قولم موندم. تا حالا با وجود اینکه درباره او حرف نمیزدم، ولی فکر میکردم باید بدون نزد چه کسی میرم. بیشتر اونها همکلاسیاش بودن. شاید هم از دوستانش بودن. از آنجا که از متو خوشم نمیآمد، از تصور اینکه تلما مدام به او پیغام میده و متو هم نگران لو رفتن خودش میشده، احساس رضایت میکردم. این زن هم به شیوه خودش متو رو تنبیه میکرد و در این مورد چندان نیازی به کمک من نداشت. ولی تلما، میخوام حرفای قبلیمو تکرار کنم. نمیفهمی با خودت چه میکنی. افکار او نمیتونه تغییری تو ایجاد کنه. تویی که میذاری او در تو نفوذ کنه. او هم آدمیه مثل من و تو. اگر تو در افکار کسی رو کوچک و حقیر بشماری، کسی که هیچ تماسی با او نداری، آیا این افکار در روت اثری داره؟ چرا برای متو این همه قدرت قائلی؟ او هم مثل همه آدم‌های دیگه است. او هم با زندگی دست و پنجه نرم میکنه. پیر میشه، میمیره. تلما هیچ پاسخی نداد. تو قبلا گفتی که هیچ کس نمیتونه مثل متو به عمد کاری کنه که تو تا این حد آسیب ببینی. تو فکر کردی که احتمالاً او میخواد تو رو به سمت خودکشی سوق بده. علاقه‌ای به راحتی و خوشی تو نداره. پس چرا این همه برای او ارج و منزلت قائلی؟ شاید فکر میکنی هیچ چیز تو دنیا به اندازه این که او از تو به خوبی یاد کنه اهمیت نداره. من واقعا اعتقاد ندارم که اون میخواد منو به سمت خودکشی سوق بده. فقط گاهی چنین فکری به سرم میزنه. احساسات من نسبت به متو مدام تغییر میکنه. غالبا تنها چیزی که به اون فکر میکنم اینه که میخوام خیر مرا بخواد. چرا این خواسته رو این همه بزرگ کردی؟ تو او رو در حد یک انسان متعالی بالا بردی، ولی به نظر میرسه آدم بیچاره و درمانده‌ایه. خودت گفتی که مشکلات جنسی بسیاری داره. ببین چقدر این آدم از نظر اخلاقی دچار ضعفه. او اصول اخلاق حرفه‌ایش رو زیر پا گذاشته. ببین چه بر سر تو آورده. هر دو می‌دانیم یک روان درمانگر که قرار است بیمارش را بهتر کند، اگر اینطور که متو با تو آسیب رسانده است به بیمارش آسیب برساند، چقدر خطای بزرگی کرده. مثل اینکه با دیوار حرف می‌زدم. درست زمانی که تصمیم گرفت مثل یک متخصص با من برخورد کنه، من آسیب دیدم. وقتی صرفاً دو آدم عاشق بودیم، او بهترین و عالی‌ترین هدیه ای را که ممکن بود به من داد. خیلی کلافه کننده بود. معلوم بود که تلما مسئول ناراحتی خودشه. معلوم بود که این همه قدرت رو عمدن برای متو قائله. معلوم بود که تلما این قدرت رو به متو داده بود تا آزادی و مسئولیت خودش رو در قبال زندگی خودش منکر بشه. اصلا میلی نداشت آزادیش رو از متو پس بگیره، چون شدیداً میخواست تسلیم او باشه. البته من از ابتدا میدونستم که این حرفا درش اثری نداره. معمولاً هرگز این حرفا تأثیری نداره. من هم وقتی تحت درمان بودم این گونه بحثا بی اثر بود. فقط وقتی کسی تا مغز استخوانش به بینش دست پیدا بکنه تغییر مسیر پیدا میشه. فقط تو اون صورت فرد میتونه بر اساس اون بینش عمل کنه و تغییر کنه. روانشناسان این روزها مدام از مسئولیت حرف میزنن، ولی اینها فقط حرفه. بسیار دشواره که انسان به این بینش برسه که فقط خودش میتونه زندگیش رو بسازه. به همین دلیل معضل رواندرمانی غالباً اینه که چطور میشه از درک منفعلانه حقیقت به تجربه عاطفی حقیقت رسید.
فقط زمانی که روان درمانی عواطف عمیق رو در نظر بگیره، در این صورتی که تغییر امکان پذیر میشه. مشکلی که من در درمان تلما داشتم عجز و ناتوانی اون بود. باید اقرار کنم هر آنچه برای از میان بردن این عجز میکردم عاری از ظرافت بود، چون بیهوده مدام درباره وسواسش و از بین بردن آن با او بحث میکردم. در چنین مواقعی چقدر دلم میخواهد به یقینی برسم که روانکاوان به روش‌های تکنیکی دارند. در واقع برخلاف آنان که به همه چیز یقین دارند، من به هیچ چیز یقین ندارم. اگر فقط یک بار هم که شده میدانستم موقع روان درمانی دقیقاً چه میکنم، چقدر آسوده میشدم. مثلا اگر میدانستم که فرایند روان درمانی را با نظمی معین و مرحله به مرحله طی میکنم، ولی البته همه اینها توهم است. اگر مکاتب روانشناسی فایده‌ای به حال بیمار داشته باشد، به این دلیل است که اضطراب درمانگر را کاهش می‌دهد، نه اضطراب بیمار را، و همین به درمانگر امکان می‌دهد که با اضطراب ناشی از فرایند درمان روبرو شود. درمانگر هر قدر بیشتر بتواند با اضطراب ناشی از ندانستن کنار بیاید، کمتر نیاز پیدا می‌کند به یقین و اطمینان روش‌ها متوسل شود. کسانی که به روشی اعتقاد دارند ولی خلاقاً، نهایتاً از وابستگی به روش خود رها می‌شوند. هرچند روان درمانگری که دانای کل است و در هر موقعیتی می‌تواند خودش را کنترل کند، به انسان احساس اطمینان می‌دهد، ولی درمانگری که مدام در جستجوی دانستن است و مایل است همراه با بیمارش دست به اشتباه بزند و با کوشش و خطا راه به جایی ببرند، جذابیت هایی دارد. من که هنوز میخواستم نزد تلمان قدرتی کسب کنم، از محدودیت هایم فراتر رفتم. سعی کردم تلما را حیرت زده کنم. تصور کن متیون مرده، راحت میشی؟ قبلا هم سعی کردم چنین چیزی رو تصور کنم. وقتی تصور میکنم اون مرده، شدیداً احساس اندوه میکنم. دنیایی خالی برام به وجود میاد. چطور میتونی از این مخمسه خلاص بشی؟ آیا متیون میتونه تو رو آسوده کنه؟ آیا هرگز تو خیالت باهاش گفتگویی داشتی که او با حرف زدن تو رو آسوده کرده باشه؟ تلما لبخند زد. نگاهی حاکی از احترام من کرد. مثل اینکه از اینکه تونسته بودم ذهنش رو بخونم تحت تاثیر قرار گرفته بود. ظاهراً درست به هدف زده بودم. غالباً خب خیلی پیش میاد. برام دربارش حرف بزن. چطور بوده؟ من معمولاً دست به دامن نقش بازی کردن یا تعویض صندلی نمیرم. ولی احساس کردم که تو اون لحظه این تکنیک به دردم میخوره. خب بیا حالا نقش بازی کنیم. لطفاً روی این صندلی بشین و فکر کن متیو هستی و فکر کن تلما، یعنی خودت، هم روی اون یکی صندلی نشستی. باهاش حرف بزن. از اونجا که تا به حال هر پیشنهادی به تلما کرده بودم با من مخالفت کرده بود، آماده بودم که با این پیشنهادم هم مخالفت کنه. ولی در کمال حیرت دیدم مشتاقانه موافقت کرد. شاید تو طول این سالها با روانشناسان گشتالت کار کرده بود و با این تکنیک آشنا بود. شاید هم از اینکه دوباره مثل گذشته در صحنه ظاهر میشد احساس خوشنودی میکرد. از صندلیش بلند شد، صداش رو صاف کرد. گردنبندش رو مرتب کرد، دکمه ژاکتش رو بست، لبخندی زد، دوباره صداش رو صاف کرد و روی صندلی دیگه نشست و شد ماتو. تلما، من آمدم تا به یادت بیارم چه ساعتهای خوبی با هم تو جلسات درمانی داشتیم و میخوام با هم دوست باشیم. من از این رابطه متقابل لذت بردم. چه خوب بود که درباره عادات ناپسندت با من شوخی می‌کردی. هرچه به تو گفتم از ته قلب گفتم. ولی بعد ماجرایی رخ داد که نخواستم به تو بگم و تصمیمم عوض شد. تقصیر تو نبود. هیچ چیز عجیب یا غیر عادی در تو نبود که باعث این تصمیم بشه. هرچند که ما نتونستیم رابطه‌ای دائمی داشته باشیم، قضیه از این قراره که زنی به نام سونیا. در این موقع تلما از نقشش بیرون اومد و با صدای بلند گفت: دکتر یالوم، وقتی بالرین بودم روی صحنه نامم سونیا بود. دوباره مطرح شد. این زن یعنی سونیا وارد زندگیم شد و فهمیدم که باید با او زندگی کنم. سعی کردم از تو دور بمونم. سعی کردم به تو بگم که دیگه به من تلفن نکن. بعد از اینکه اقدام به خودکشی کردی، دونستم که باید مواظب حرف زدنم با تو باشم و به همین دلیل از تو فاصله گرفتم.
من به درمانگری مراجعه کردم و او به من گفت که کاملا سکوت کنم. من میخوام با تو دوست بمونم، ولی اصلا این کار امکان نداره، چون میخوام با سونیا ازدواج کنم. در این موقع سکوت کرد و تو صندلیش فرو رفت. شانه‌هاش افتاد، لبخندش ناپدید شد و دوباره تلما شد. ما با هم در سکوت نشستیم. همچنان که به حرفایی که از جناب مطیع گفته بود فکر میکردم و میتونستم بفهمم که چقدر این گفته ها رو قبلا با خودش تکرار کرده، این گفته ها دید او رو نسبت به واقعیت تایید میکرد و مطیع در این میان بیگناه شناخته میشد، چون به هر حال روانشناس مطیع به او توصیه کرده بود که رابطه رو قطع کنه و در ضمن با این گفته ها میخواست ثابت کنه که خودش ایرادی نداره و رابطه اونان هم هیچ اشکالی نداره و فقط مطیع به فرد دیگری قولهایی داده که باید به اون وفادار بمونه. اون زن دیگه هم سونیاست، یعنی خودش به هنگام جوانی، و همین نشون میداد که باید به احساسات تلما در مورد سن خودش هم توجه کنه. من هنوز تو فکر راهی برای رهایی تلما بودم. اگر مطیع واقعا این حرفا را به تلما میزد و آسوده میشد. این فکر مرا به یاد دوران کارآموزی انداخت. این سالها همیشه به یاد آدم میمونه. بیماری که پارانویای شدید داشت مصرانه معتقد بود که من دکتر یالوم نیستم، بلکه عامل FBI هستم و میخواست کارت شناسایی مرا ببینه. وقتی تو جلسه بعد شناسنامه‌ام را همراه با تصدیق رانندگی و پاسپورت نشونش دادم، گفت دیگه مسجل شد که دکتر یالوم نیستی، چون فقط ماموران FBI میتونن به این سادگی مدارک جعلی درست کنن. وقتی سیستمی بدون محدودیت گسترش پیدا بکنه، انسان نمیتونه تو اون قرار نگیره. البته تلما پارانوید نبود، ولی فکر میکردم احتمالاً او هم در برابر هر نوع عبارت رها کننده‌ای حتی از جانب مطیع مقاومت میکنه و مدام به دنبال اطمینان خاطر و شواهد بیشتره و این کار رو نهایتی نداره. با وجود این، وقتی دوباره به موضوع فکر میکنم به نظرم میرسه که تو همین لحظه بود که فکر کردم شاید بد نباشه مطیع هم وارد این ماجرا بشه. البته نه مطیعی که او ساخته، بلکه مطیع واقعی. تلما در مورد این نقش بازی کردن نظرت چیه؟ با این کار چه چیز برات روشن شد؟ احساس کردم که آدم مهمی هستم. برای آدمی به سن و سال من خیلی مسخره است که بخواد ادای یک جوون احمق رو در بیاره. آیا با این حرف میخوای نظر من رو هم بدونی؟ فکر میکنی که من هم چنین نظری درباره تو دارم؟ راستش رو بخواید این هم دلیل دیگه ایه. علاوه بر قولی که به مطیع دادم که چرا قبلا با هیچ کس دیگه درباره مطیع حرف نزدم، من میدونم که با این کار همه اونها میگن این هم نوعی انتقاله. همه بیماران عاشق درمانگراشون میشن. همین الان هم میتونم رو بشنوم. یا مثلا چیز دیگه ای که میگن وقتی درمانگر چیز رو به بیمار انتقال میده، با اون چی میگن؟ انتقال متقابل. داره. بله، انتقال متقابل. در واقع هفته گذشته وقتی میگفتید که مطیع در جلسات درمانی مشکلات شخصی خودش رو میخواسته حل بکنه، کنایه به انتقال متقابل میزدید. راستش این حرف مرا اذیت میکنه. مثل اینه که من در این میان اصلا مطرح نیستم. مثل اینکه من نظاره‌گری بی‌طرفم و او هم مثلا مادرش رو در من میبینه. نخواستم بگم راست میگی. دقیقاً به همین چیزها فکر میکردم. تو و مطیع هر دو در این میان نقش دو نظاره‌گر رو دارید. در واقع شما دو نفر هیچ ارتباطی با هم ندارید و فقط با خیال یکدیگه ارتباط دارید. تو عاشق مطیع شدی چون اون وانمود میکرد که کاملا و بی هیچ قید و شرطی تو رو دوست داره و کاملا خود رو در خدمت راحتی و سعادت تو میذاره. به سن و سال تو کاری نداره و تو رو همون سونیای جوان زیبا میبینه. تو شاید عاشق مطیع بودی، ولی اون چه مسلمه اون رو دوست نداری. تو هرگز اون رو نشناختی. مطیع چی؟ او چی؟ چه کسی رو دوست داره؟ من هنوز چیزی نمیدونم، ولی اصلا فکر نمی کنم او تو رو دوست داشته یا داره. او از تو سوء استفاده میکرد. اصلا علاقه‌ای به تلمای واقعی نداشت. تو چیزی درباره مادرش گفتی؟ احتمالاً حدس درسته. هرچند تلما ذهن مرا میخوند، ولی طوری حرف میزد که انگار برای جمع سخن میگه. وقتی مردم فکر میکنن که ما واقعا همدیگر رو دوست نداشتیم، این فکر عشق ما را تحقیر میکنه. عمق اون رو میگیره، تبدیلش میکنه به هیچ. اون عشق واقعی بود و هست. هرگز هیچ چیز واقعی تر از این برای من نبوده. اون 27 روز بهترین روزهای زندگی من بوده و من برای بازگشت اون حاضرم هر چه دارم بدم. فکر کردم عجب زن پرقدرتی.
او حد و مرز رو مشخص کرده بود. بهترین روزهای زندگی من رو از من نگیر. تنها چیز واقعی زندگی من رو از من نگیر. چه کسی جرأت داشت با زن 70 ساله افسرده‌ای که خیال خودکشی داشت چنین کاری بکنه؟ ولی من اصلا خیال نداشتم بذارم با این حرفا اقفالم کنه. اگر آن تسلیم او می شدم نمیتونستم دیگه هیچ تأثیری توش بذارم. پس سعی کردم با لحنی خیلی رسمی به حرفام ادامه بدم. برام از این احساس سرخوشی که داشتی بگو، هرچه به یادت مونده. مثل تجربه ترک جسم بود. احساس بی‌وزنی میکردم، مثل اینکه اصلا نبودم دیگه. نگران نبودم و به خودم فکر نمیکردم. من به ما بدل شده بود. من تنها در ما حل شده بود. زیاد این جمله رو شنیده بودم. یکی شدن در روابط سیاسی، جنسی، رمانتیک، مذهبی. هر کسی خواهان سعادت یکی شدنه. ولی در مورد تلما فرق داشت. او این رو نمیخواست. برای او مفری بود. تلما، ما درباره سن و سال تو، این که 70 ساله‌ای، حرف نزدیم. در این باره که چه فکر میکنی صحبت کردیم. من میدونستم مطالب زیادی برای گفتن هست. عمیقا احساس میکردم که ترس تلما از پیری و مرگ با وسواسش ارتباط داره. یکی از دلایل این که میخواست عاشق باشه و در عشق غرقه بشه فرار از مرگ بود. نیچه میگفت آخرین رهاورد مرگ اینه که دیگه نمیمیریم. با وجود این هنوز فرصت خوبی داشتیم که روابطمون رو بهتر کنیم. هرچند این دو مضمونی که روی اون کار میکردیم، فرار از آزادی و تنهایی، محتوای بحث و گفتگو ما رو تشکیل میداد. ولی احساس میکردم که بهترین راه کمک به تلما ایجاد رابطه‌ای صمیمانه با اونه. امیدوار بودم با ایجاد رابطه‌ای نزدیک باش کاری کنم که رابطه‌اش با متو تضعیف بشه. در آن صورت شاید میتونستم کاری کنم تا موانعی رو که باعث میشد نتونه با دیگران رابطه برقرار بکنه از سر راه بردارم. تلما، وقتی میپرسی روانپزشکان ترجیح میدن با بیماران جوانتر کار کنن، به نظرم میرسه که تو این سوال چیز شخصی نهفته. تلما مطابق معمول از صمیمی شدن اجتناب کرد. من فکر میکنم که کار کردن با مثلا با یک مادر جوان که 3 فرزند داره باید خیلی فایده بیشتری داشته باشه تا کار کردن با من. چون چنین زنی سالهای زیادی رو در پیش رو داره و اگر وضعیت روانیش بهبود پیدا بکنه، فرزنداش و فرزندان فرزندانش هم وضعیت بهتری میتونن پیدا بکنن. من پافشاری کردم. مقصودم این بود که فکر کردم شاید سوالی خصوصی از من داشته باشی، سوالی که فقط مربوط به من و تو باشه. آیا روانپزشکا ترجیح نمیدن به جای درمان یک زن 70 ساله یک زن 30 ساله رو درمان کنن؟ نمیتونی به جای حرف زدن از روانپزشکان بیماران از من و خودت حرف بزنی؟ مثلا چنین سوالی بکنی: اروین، تو از اینکه منو یک زن 70 ساله رو درمان میکنی چه احساسی داری؟ وقتی اسمم رو به زبون آوردم تلما لبخند زد، چون به ندرت اسمم رو میگفت. هیچ جوابی نداد. از پنجره به بیرون نگاه کرد و سرش رو با آرامی تکون داد. چقدر کله شق بود. درست میگم. همین سوال رو میخوای بکنی. این هم سوالیه، ولی سوال من نیست. ولی اگر جواب سوال من رو میدادید، جواب سوالی که همین حالا از من کردید هم برام روشن میشد. مقصود اینه که وقتی بفهمی اصولا روانپزشکان در مورد درمان یک زن مسن چه احساسی دارن، اون وقت اون رو تعمیم میدی و فکر میکنی که من هم مثل بقیه فکر میکنم. تلما سرش رو به علامت تصدیق تکون داد. ولی این درست نیست. اگر چیزی در این مورد بگم، صرفاً یک گمانه و احساس من رو درباره تو روشن نمیکنه. چرا مستقیما از من سوال نمیکنی؟ این دقیقاً همون چیزیه که متو به اون میگفت اخلاق نحس من. در اینجا مکث کردم. آیا میخواستم با متو رقابت کنم؟ با وجود این مطمئن بودم که باید از همین راه وارد بشم. بذار جواب سوالهای تو رو بدم. هم سوال کلی و هم اون سوال شخصی که نپرسیدی. من با سوال کلی تر شروع میکنم. من شخصا دوست دارم با افراد پیر کار کنم. فعلا مشغول انجام یک کار تحقیقی هستم و با بیماران بسیاری کار میکنم که بین 60 تا 80 سال سن دارن. به این نتیجه رسیدم که این گروه از افراد مثل افراد جوانتر و شاید بهتر از آنان به درمان پاسخ میدن و من هم از کار کردن باهاشون لذت میبرم.
سوال تو رو در مورد مادر جوان و تأثیری که میتونه تو سه فرزندش داشته باشه درک میکنم، ولی اون یه موضوع دیگه است. تو هم میتونی تأثیر بسیاری بذاری. همه جوانانی که ممکنه با اونان در ارتباط باشی به تو به عنوان الگو نگاه میکنن. و در مورد خودتو من فکر میکنم کاملا ممکنه در 70 سالگی به چشمانداز تازه‌ای برسی که به زندگی گذشته‌ات معنا و مفهوم تازه‌ای بده. البته میدونم فهمیدن اون در حال حاضر دشواره، ولی به من اعتماد کن. حالا بذار به قسمت شخصی سوال جواب بدم. من چه احساسی از کار کردن با تو دارم؟ میخوام تو رو ببینم. احساس میکنم دردت رو میفهمم و کاملا با تو همدلی میکنم. خودم هم قبلا تجربه مشابهی داشتم. مشکل تو برای من مهمه و فکر میکنم میتونم کمکت کنم. در واقع خودم رو متعهد میدونم که به تو کمک کنم. سخت‌ترین بخش کار کردن با تو اینه که نمیتونم با تو صمیمی بشم. قبلا گفتی که برای اینکه بتونی به جوابی برای سوالی شخصی برسی، سوالت رو غیر شخصی میکنی. ولی فکر کن این طور سوال کردن چه تأثیری در دیگری میذاره. وقتی مدام سوالات غیر شخصی میکنی، من احساس میکنم که میخوای من رو از خودت دور کنی. این دقیقا همون چیزیه که متیو هم به من میگفت. من لبخند زدم، دندونهام رو به هم فشردم. اصلا چیزی دیگه‌ای به ذهنم نمیرسید که بگم. این گفتگو ملال‌آور که ما را به هیچ کجا نمیبرد تکراری شده بود. کار سخت بود و اصلا خوب پیش نمیرفت. هر هفته سعی میکردم الفبای صمیمیت رو بهش بیاموزم. مثلا به اون میگفتم که چگونه ضمیر من و تو رو به کار ببره و چطور احساساتش رو بیان کنه. سعی میکردم بهش یاد بدم که مثلا بگه حالم بده، غمگینم، عصبانیم، خوشحالم. مثلا میگفتم این جمله رو کامل کن. اروین، وقتی اینطور حرف میزنی من احساس میکنم رفتارش سخت غیر صمیمی بود. مثلا حرفاش رو با مقدمه چینی های طولانی و ملال‌آور آغاز میکرد. وقتی این رو به او گفتم قبول کرد، ولی بلافاصله شروع کرد به بافتن آسمون و ریسمون که وقتی کسی از من میپرسه ساعت چنده، اول براش درباره طرز ساختن ساعت نطق مبسوطی میکنم. دقایقی بعد، البته بعد از اینکه تعریف کرد چطور او و خواهرش عادت داشتند برای هم داستان‌های بی سر و ته تعریف کنند، دوباره برگشتیم سر جای اول. احساس میکردم هیچ تأثیری در اون نمیذارم و فاصله ما بیشتر شده. توی یکی از همین جلسات گفت که نمیتونه احساساتش رو بیان کنه. میگفت در طول زندگی بزرگسالیش تنها 2 بار واقعا خودش بوده. بار اول زمانی که به عنوان بالرین حرفه‌ای روی صحنه ظاهر شد و بار دوم اون 27 روز کذایی. برای همین پذیرا بودن متو این همه بزرگ و پر اهمیت جلوه کرده. او خیلی خوب منو میشناخت. همانطور که هستم هیچ چیز از چشمش پنهان نمیماند. وقتی میپرسیدم جلسه امروز به نظرت چطور بود یا ازش میخواستم احساساتش رو تو اون جلسه نسبت به من بیان بکنه، به ندرت پاسخ میداد. معمولا منکر هر گونه احساسی میشد، ولی گاهی هم وقتی میگفت تو جلسه خاصی نسبت به من احساس صمیمیت کرده، به کلی خل اصلاح میشدم، چون احساس من غیر از این بوده. از اونجا که احساس میکردم بین ما هیچ رابطه‌ای واقعی ایجاد نشده، به شدت احساس سرخوردگی میکردم. به هر حال من تلاشم رو میکردم، ولی او نسبت به من بی‌اعتنا بود. تلما، به نظر من تو اونقدر به این مسئله که متو چه فکر میکنه درباره تو اهمیت میدی که اصلا عقیده من برات مهم نیست. من هم مثل متو چیزهای زیادی درباره تو میدونم. هرچه باشه من 20 سال بزرگتر از متو هم و در ضمن از او هم با تجربه ترم. نمیدونم چرا اصلا برات مهم نیست من چه احساسی درباره تو دارم. او به مضمون سوال من جواب میداد، ولی به عواطفی که تو اون نهفته بود هیچ پاسخی نمیداد. مثلا چنین پاسخی میداد: مسئله شما نیستید، من مطمئن هستم که کارتان را بلدید، ولی من با هر درمانگر دیگه‌ای هم همینطور رفتار خواهم کرد. مسئله این است که من آنقدر از متو آسیب دیدم که حاضر نیستم دوباره این بلا به سرم بیاید. تو برای هر سوالی جوابی در آستین داری، ولی در هر حرفی که میزنی به نوعی میگویی به من نزدیک نشو. تو نمیتوانی به هری نزدیک شوی.
چون نمیخواهی با حرف زدن درباره متوع او را برنجانی. تو نمیتوانی به دوستان نزدیک شوی چون میترسی با خودکشی کردن عزادار شوند. به من نمیتوانی نزدیک شوی چون 8 سال پیش روان درمانگری تو را رنجاند. شکل این حرفها ممکن است با هم فرق داشته باشد، ولی مضمون آنها یکی است. بالاخره در ماه 4 علائمی از پیشرفت ظاهر شد. تلما دیگر بر سر هر موضوعی با من بحث نمی‌کرد. روزی گفت فهرستی از تمام روابطی که با دیگران داشته تهیه کرده، به علت قطع این روابط را هم یادداشت کرده است. تلما به این نتیجه رسیده بود که هرگاه رابطه‌اش با دیگری صمیمانه شده، با آن خاتمه داده است. شاید شما درست میگویید. شاید من واقعا نمیتوانم به دیگری نزدیک شوم. فکر میکنم 30 سالی میشود که هیچ دوست صمیمی نداشتم. اصلا نمیدانم. شاید هم هیچ وقت نداشتم. این بینش میتوانست نقطه عطفی در کار درمان باشد. چون تلما برای اولین بار مسئولیت مشکل خاصی را بر عهده گرفت. حالا امیدوار شدم که کارمان بهتر پیش خواهد رفت. ولی درست خلاف این شد. بیشتر از من فاصله گرفت و مدعی شد که همین مشکل او در نزدیک شدن به دیگران کار درمان را خراب می‌کند. سعی کردم به او بقبولانم که همین نکته مثبت است. بارها برایش توضیح دادم که این مشکل نمی‌تواند مانع کار درمان شود، بلکه ما می‌توانیم اصلاً کارمان رو روی همین متمرکز کنیم. به او میگفتم یافتن این مشکل نکته مثبتی است. می‌توانیم روی اون کار کنیم. ولی ناامیدی او بیشتر شد. حالا روزهای سختری داشت. بیشتر دچار وسواس میشد، بیشتر گریه میکرد. از هری بیشتر فاصله میگرفت. بیشتر اوقاتش صرف این میشد که برای خودکشی برنامه‌ریزی کنه. به تدریج از درمان هم بیشتر ایراد میگرفت. میگفت کار درمان او رو معذب‌تر کرده و از اینکه ناچار 6 ماه تحت درمان باشه متاسفه. وقت میگذشت. هنوز 5مین ماه از کار درمان را شروع نکرده بودیم. هرچند بر سر قولش بود که 6 ماه با من کار کنند، ولی مدام میگفت که بیشتر از 6 ماه درمان را ادامه نخواهد داد. مأیوس شده بودم. تمام تدابیر من بی اثر مانده بود. حتی نتوانسته بودم رابطه درمانی مختصری هم با او ایجاد کنم. تمام انرژی عاطفی او مصروف متوع میشد. حالا زمان آن رسیده بود که برگ آخر را بازی کنم. ادامه داستان دشقیم عشق رو تو قسمت 3 گوش بکنید.